سلام عرض میکنم شنوندگان عزیز، یک بار دیگه با یک برنامه دیگه از سری برنامه‌های همراه با استاد در خدمت شما هستیم. استاد علیرضا فتوحی طبق روال این چند برنامه مهمان عزیز برنامه ما هستند و از ایشون میخوایم طبق روال همیشه با دعای خودشون ما رو برکت ببخشن. خواهش میکنم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و دل دریایی شنونده هاتون. خدای شکرت ای پدر از اینکه این فرصت رو به ما دادی که زیست بکنیم، از تمام نعمتها و فیضی که بر اختیار ما گذاشتی سپاسگزاریم و امیدواریم که باقی لحظات عمرمون که بهتر از این لحظه هست برامون فراهم کردی بتونیم خدمتگزار خوب تو باشیم. آمین. آمین. چند برنامه‌ایه که ما می‌خوایم در مورد سازهای ذهی یا سازهای مضرابی صحبت کنیم، اما به دلیل وسعت اطلاعات شما، وسعت این موضوع و سوالاتی که برای حقیر پیش میاد متاسفانه نمیشه. اما قبل از اینکه در مورد سازهای ذهی صحبت کنیم، من باز هم یه سوال دارم، امیدوارم این دفعه بحثمون به انحراف نره. در مورد هارپ داوود پادشاه صحبت کردیم و اینکه چرا اون هارپ در موسیقی مسیحی این دور زمونه مورد استفاده قرار نمیگیره. بفرمایید. خواهش میکنم. درست میفرمایید. هارپ ساز خیلی گرونیه و نوازنده‌هاش خیلی کم هستند. نوازنده‌هاش اکثرا کلاسیکن. در خیلی جاها در کلیساهای اروپا و آمریکا استفاده میشه از هارپ. در موسیقی ایران به خاطر اینکه به چند دلیل، یکی اینکه کلا موسیقی ایران و پرستش در کلیساهای ایرانی زبان قدمت خیلی زیادی نداره، یکی علتش این هست، و دوم اینکه نوازنده هارپ رو ما خیلی کم داریم، وگرنه اگر نوازندش باشه از این ساز راحت میشه استفاده کرد. محدودیت اجرایی وجود نداره. یه سوال دیگه که تو ذهن من هست این که اندازه هارپ استاندارده یا میتونه تغییر کنه بر حسب مثلا زن بودن، مرد بودن یا بچه بودن یا اندازه دست ها، نمیدونم، میتونه تغییر کنه؟ ما چند نوع هارپ داریم. هارپ کوچکی که روی پا میذارن مینوازند، کاسه تنین کوچکی داره. هارپ متوسط هست و هارپ کلاسیک که هارپ پدالدار هست که در ارکستر استفاده میکنن. و در کشورهای اروپایی بنا به سلیقه و صدادهی از نظر زیر و بمی تنوع خیلی خیلی زیادی داره. مثلا در همه سازها در همه کشورها این مشکل و این مطلب هست، اسمش رو ایراد نمیشه گذاشت، ویژگی سازها هست. به فرض بفرمایید شما ستار در ایران یک شکل ثابتی نداره، اندازه استاندارد نداره چون ساز خیلی فولکلوریکی هست. پیانو استاندارد داره، همه جا پذیرفتن و این رو. هارپ کلاسیک استاندارد داره ولی هارپ های کوچیک با ابعاد متفاوت، تعداد سیم های متفاوت و صدادهی متفاوت کمی فرق میکنه. استاد یه سوال سلیقه‌ای این میخوام ببینم، شما خودتون به عنوان یه استاد موسیقی ساز ذهی مورد علاقتون چیه؟ من به ویولون فوق‌العاده علاقه دارم، بله، چون ساز بسیار بسیار کاملیه، به نظر من خیلی خاصه. استاد صباح میفرمایند که اگر زمین نابود بشه باز ما نیاز داریم یک کسی پیدا بشه که یک سازی مثل ویولون رو ابداع بکنه. در مورد سازهای ذهی فرمودید. قبل از اینکه من باز به بیراهه برم اضافه بکنم که سازهای ذهی آرشه‌ای بنا به کاسه تولید صداشون از نظر زیر و بمی متفاوتن. در امروز روز در ارکستر ما 4 نوع دسته‌بندی برای سازهای ذهی داریم. ویولون که مشخصه، ویولون آلتو که ویولون دوم هست، صداش بمتره، مثل شبیه ویولون نواخته میشه، روی شونه گرفته میشه، با آرشه نواخته میشه و مقداری بمتر صداش. ویولون سل یا ویولونچلو که میشینن مینوازن و کنترباس که سوای از این که میشه جزهای ساز آرشی حساب کرد، سازهای مضرابی با انگشت هم میزنن، میشه دسته‌بندیشون کرد که ایستاده میزنن و صدای بمی داره. خدمتتون عرض کنم به این وسعت قطعا در قبل نبوده، یعنی سازهای شبیه این میساختن که با آرشه و مضراب میزدن، شکل ابتدایی تری داشته، حتی فرم آرشه متفاوت بوده. من خیلی جالب چند وقت پیش در یک ویدیویی داشتم نگاه میکردم که یک قوطی حلبی گرفته بودن
و سیم بهش وصل کرده بودن و با آرشه میکشیدن و صدا میداد. یعنی شما هر کاسه صدایی رو بگیرید، روش پوست یا چوب بذارید، سیم ببندید و مرتعش بکنید، صدا میده. منظور تو کاسه صدا چیه؟ کاسه صدا، ببینید ویولون یه کاسه صدا داره که روش سیم قرار گرفته. عود یه کاسه بزرگ صدا داره، اون کاسه‌ای که تنین داخلش متبلور میشه و خارج میشه از اون. یعنی با این حساب یه کاسه خیلی معمولی که ما تو بچگی توش آبگوشت هم میخوردیم، اونم میشه گفت کاسه صدا، چون چیزی توش مشروط برای اینکه آبگوشتشو خورده باشه. کاسه خالی، خواهش میکنم کاسه خالی هر چی که باشه. نمونه جالب این سیتار هندی هست. سیتار هندی کاسه پایینیش کدو هست. بله، کدوهای بزرگی رو پرورش میدن، اون رو قطعش میکنن، از نیمه که کمی بیشتر از نیمه روش چوب میذارن و دسته بهش وصل میکنن. تنین کاسه اون از جنس کدو هست. استاد یه سوال خیلی جالب، از خیلی وقت پیش تو ذهنم، آیا پیانو هم ساز زهی محسوب میشه؟ پیانو ساز مضرابیه. آره، چون روش ضربه زده میشه. ریشه پیانو از سازی مثل سنتور گرفته شده. سنتور ایرانی یک وسیله مضراب چوبی داره که روش نمد یا ماوت کشیده میشه و روی سیم ضربه زده میشه. پیانو دقیقاً همچین فرکانسی رو، همچین مکانیکی داره. وقتی شما روی کلاویه فشار میدید، یک چوبی که روش ماوت قرار گرفته میخوره به چند تا سیم، 2 تا 3 تا 4 تا سیم و مرتعش میشه. تفاوتش اینه که در سنتور ایرانی حجم این ساز خیلی کوچیکه، در پیانو سیم‌ها بزرگتره، قطعاً حجم صدایی بیشتری دارن. استاد میونتون با سنتور چطوره؟ ساز بسیار خوش صداییه. یه خورده از نظر کوک اذیت میکنه نوازنده رو، چون کوک ثابت داره، برعکس قانون که شما میتونید با کلیدها کوک ساز رو تغییر بدید. سنتور رو مدام باید کوک بکنید. 72 تا سیم داره، سنتور استاندارد 9 خرک داره، صدای زیر، متوسط و بم داره. ساز بسیار جالبی هست که و خیلی جالبه بدونیم سنتور که ما فکر میکنیم 100% ایرانیه، در هند و حتی در ایتالیا قدیمی ترین سنتوری که پیدا شده در ایتالیا پیدا شده. جالبه. الان در کانادا سنتوری دارن که وسعتش مثل پیانوه، خیلی بزرگه، میز مخصوص خودشو داره، پدال داره و برای صدا خفه کردن از پدال استفاده میکنن. تا این حد پیشرفته. بله بله، خیلی جالبه. استاد ما در خدمت شما هستیم. بله، سازهای زهی رو که خدمتتون عرض کردم، سازهای زهی عارشه‌ای این چنین بود و سازهای زهی که با مضراب یا با ناخن می نواختن. یه چیز شبیه گیتار، احتمالاً اون چیزی که مونده در تصاویر، زیر بغل می گرفتن، روی پاشون می ذاشتن، که در بعضی از کشورهای آفریقایی هم هنوز یک سازی مثل هارپ، مثل سازهای زهی همچنین داریم ما، که من صدای اون رو میخوام که دوستان در بخش فنی بذارن و بشنوید که چقدر زیبا و دلنشین خواهد شد. صحیح. استاد یه سوال دوباره برمیگردیم، یه سوال شخصی. من فکر میکنم به اندازه که در حوصله بناست در نامه درباره ساز زهی اطلاعاتی به شنوندگان عزیزمون داریم. یه سوال تاریخی میخوام بکنم، تاریخ از این بابت که تاریخ حضور شما در موسیقی هست. شما موسیقی پرستشی رو از چه زمانی آغاز کردید و اصلا نیازش در شما چگونه ایجاد شد؟ سوال خیلی جالبیه. من خب در کنسرواتوار یا در دانشگاه شما انواع اقسام فرم‌های موسیقی از کلاسیک و تاریخ بندی‌های اونها رو میخونید و یک نوع موسیقی خاص به نام موسیقی کلیسایی هست که شما میتونید اون رو بشنوید. از نظر نوت بندی و فواصل موسیقی یه چیز خیلی خاصیه. ضمن که اشاره بکنم این نوع موسیقی وکاله و یک موسیقی خاصه. اما اینکه من کی آشنا شدم برمیگرده به اولین باری که من وارد کلیسا شدم، وارد کلیساهای ایرانی شدم و دیدم که دوستان عزیز مشغول نواختن ساز و رقصیدن، شادی کردن و خدا رو پرستیدن شدن که برای من خیلی عجیب بود. من با خانم و دخترم اونجا بودم. اولین جمله‌ای که به خودم گفتم چرا اینا دارن ادای خارجی‌ها رو در میارن؟ چون با اون پیشینه اسلامی که من داشتم، صحبت کردن من با خداوند بیشتر از این فرم بود که من باید زار میزدم، گریه میکردم. زلابه. دقیقاً. مرثیه بود. مرثیه.
تا اینکه من بخوام با شادی خداوند رو پرستش بکنم و اینکه احساس بکنم همین الان خدا داره صدای منو میشنوه. میدونستم که نیروی هست که این صدای من رو میشنوه، ولی الان که در کنار من حضور داره و با من این کار رو میکنه برای من خیلی عجیب بود. متعجب بودم از دوستانی که با سازهای غربی دارن این کار رو میکنن، چون اولین بار این چنین دیدم. برام خیلی صورت خوشی نداشت. یعنی برای منی که موسیقی کار میکردم یه خورده تو ذوقم خورد. ولی بعد از یه مدت که قلبم رو دادم به عیسی مسیح، این احساس نیاز خیلی در من رشد کرد و دیدم خوندن کلام که همون مزمور بخشیش هست با این فرم موسیقی و آهنگ چقدر به دل میشینه. یعنی شما میتونید با یک موسیقی ملایم کلام رو خیلی زیباتر درک بکنید. از صدای یک دوست رو شنیدن بود به نظر من. یعنی خیلی بر من خیلی نشست. صحیح. اصلا هیچ شده که تو خونه بشینید و بگید خب الان من برای خودم یک سرود پرستشی بخونم و به قول ما ایرانی ها حالشو ببرم؟ قطعاً خیلی. من خیلی وقتها باور بفرمایید شب تا صبح در گوش من زمزمه میکنه یک سرود پرستشی و اصلا خواب رو از من میگیره. یعنی چه بخوام چه نخوام این سرود پرستشی مدام انگار داره تکرار میشه. مثل اون قدیم یک چیزی من داشتم، ضبط کوچولویی داشتم که همیشه سفر میکردم از تهران به شهرستان و جاهای دیگه که میرفتم برای کارم. این دو لبه بود، خودش برمیگردوند، اوتو ریورز بود، تکرار میکرد. این برای من این آهنگ مدام تکرار میشد. یادمه مثلا از شب تو گوش من انگار زمزمه میشد ناخواسته. اولین سرود پرستشی که ساختین چی بود؟ اولین سرود پرستشی که ساختم اسمشو گذاشتم نیکو شبان، که موسیقیش یک موسیقی ایرلندی بوده که هم ایرانی ها هم ترک ها هم خیلی کشورها این موسیقی رو شعرش رو عوض کردن گذاشتن. موسیقی انجام شده بوده، ثابتی بوده و من فقط شعر گذاشتم جای اون کلامی که به یک زبان دیگه گفته میشد. یعنی لزوم این که به فارسی ترجمه بشه در شما ایجاد شد و فارسیش هم شما من فارسیشو گفتم ولی این فارسیش ربطی به سرود اصلی موسیقی اصلیش نداشت. بله. شعرش هم خودتون؟ بله. البته من شاعر نیستم، فقط یه مقداری سعی کردم وزن بدم به اون کلام فارسی. استعداد میکنم. به هر حال من فکر میکنم که ما میتونیم بیشتر در مورد موسیقی و موسیقی پرستشی من میخوام در مورد ساخت موسیقی پرستشی خدمتتون بفرمایید. چون اینجوری که فرمودید شما شاید برای خیلیا سوال به وجود بیاد که چجوری میشه موسیقی پرستشی ساخت؟ چه خوب. چون این الهامات وقتی به انسان دست میده، انسان وقتی در خلوت خودش فرو میره، در درون خودش فرو میره، اولین حسنی که خداوند اونجا حضور پیدا میکنه اینه که به کلام وزن میده. یعنی شما ناخودآگاه شروع میکنید به نوشتن یا گفتن کلماتی که شعرگونه هست. مثل وقتی که شعرا شعر میگن اون مصرع اول بیت اول اصلا مال من نیست، نمیدونم از کجا اومد. خداوند خودش کمک میکنه. اولین چیزی که من توصیه میکنم برای دوستانی که دوست دارن شعر پرستشی بگن و بسازن اینه که دعا کنن. اول بشینن دعا بکنن و از خود خالق همه اثرها که خداوند جل جلال هست از او بخوان که او کمک بکنه. چون شما میخواید برای خودش پرستش بکنید، قطعا ابزارش رو خودش در اختیار شما میذاره. دوم این که ما دو راه برای ساخت سرود پرستشی داریم یا هر آهنگ دیگه. چون اینجا صحبت ما فقط سرود پرستشی، من عرض میکنم خدمت شما، یا شما یک ملودی رو از قبل ساختید، یک آهنگی به شما الهام شده، اون شما رو دارید، اون رو روی اون کلام میذارید. یا اینکه نه، کلام رو میگید، شعر گفته میشه، بعد آهنگ مربوط به اون رو حس میکنید و میذارید، یا خودتون میذارید یا از دیگران استفاده میکنید. خیلی جالب بود استاد، خیلی جالب بود. من باز هم عرض میکنم که خیلی لذت بردم. کلام آخر استاد. کلام آخر این که دعا لازمه هر کاریه. دوست عزیزی نصیحت بزرگی به من کرد، گفت حتی اگه شما سبزی میخواید بخرید دعا کنید پول شما برای اون سبزی فروش برکت بده و سبزی اون در وجود شما برکت ایجاد کنه. چه جالب. دوستان شنونده، همراهان عزیز، به پایان بخش دیگری از برنامه همراه با استاد رسیدیم. در پناه خدا باشید و برای ما هم دعا کنید. خدا حافظ.
امیدواریم که این برنامه باعث برکت شما شده باشد. اگر در مورد این برنامه سوالی دارید می توانید با شماره واتساپ 2031 638 98 98 98 با ما در ارتباط باشید.